خدمت بچه‌های عزیز. آقا هر کی هر لامپی رو بهتون معرفی میکنه به خاطر قیمت پایینش ندوید بخرید خواهشاً. به خدا اونا رو وقتی تست کنید تو دستگاه بذارید میبینید 40 واتش اندازه 20 وات مارکای متفرقه هم از مارکای خوبم چیز نداره، بازدهی نداره. به این مارکای خوبی که من میتونم بهتون معرفی کنم مارک سیتکو واقعا عالیه. 50 واتش واقعا 49 وات حد اکثر دیگه 49 وات رو بهتون میده، نه مثل خیلی لامپای دیگه که 50 واتشون 30 وات هم نور نمیده. و میریم سراغ آیفون. بچه آیفون حتما از الکتروپک استفاده کنید، از تابا و فلان مارکای متفرق استفاده نکنید. عمری که الکتروپک داره هیچ کدوم از آیفون های موجود تو بازار نداره. و میریم سراغ پروژکتورها و براکت الان تو بازار گذاشتن 150,000 تومان مارکای متفرقه، یا مثلا این پروژکتورهای آرشیدا SMD رو مثلا 50 واتش رو گذاشتن تو بازار مارک متفرقه 200,000 تومان. بیاید مارکای پارچاتوس استفاده کنید، یا مثلا براکت ها رو حتما پارچاتوس استفاده کنید. به خاطر 100 تومان 200 تومان از مارکای متفرقه استفاده نکنید. بعد میریم سراغ آنتن. ببین بچه آنتن هایی که ما استفاده میکنیم و واقعا گیرایش عالیه، فروزش هست، هانیه و تیراژه. سعی کنید از این برند استفاده کنید.